یه انیمه با ترکیب سیاست، قدرت ماورایی و ربات، یه ترکیب اکشن و ماجراجویانه. با من همراه باشین تا این انیمه فوق‌العاده خفن رو بهتون معرفی کنم. سلام و برعکس دارک توب 7، حالتون چطوره؟ امیدوارم که سرحال و مشتی باشید، ملوان کشتی رویه هاتون باشید. انیمه‌ای که امروز میخوام بهتون معرفی کنم انیمه کد گیاس، محصول سال 2006 از کشور ژاپن از استدیوی سانرایز. داستان انیمه اینه که در سال 2010 کشور بریتانیا بر کشور ژاپن تسلط پیدا میکنه و این کشور رو مستعمره میگیره و کشور ژاپن اسمش میشه منطقه 11. ولی عهد سابق بریتانیا که اسمش لولوش هست قدرتی به دست میاره به اسم کد گیاس و تصمیم میگیره از این قدرت برای انقلاب علیه ظلم بریتانیا استفاده کنه. و بقیه داستان رو نمیگم که خودتون برید ببینید تهش چی میشه، اصلا از کجا شروع شد، قدرت چی، اصلا چیکار میکنه با این قدرت و چه چیزایی به دست میاره. بیشتر از این اسپایل نمی کنم، فقط این که ادامه ویدیو رو با من همراه باشین چون که تریلر این انیمه رو براتون آوردم و میخوام یکم دیگه اطلاعات بدم بهتون راجع به این انیمه فوق‌العاده جذاب. این انیمه پر از صحنه‌های اکشن و سیاست و خشونت و این صحنه و اون صحنه و این داستانا است و برای سنین پایین اصلا مناسب نیست. این انیمه در سبک اکشن، مکا، علمی تخیلی، سیاسی، قدرت‌های ماورایی و این سبک و ژانر هاست که اگر انیمه در این سبک و ژانر میپسندین این انیمه یکی از بهترین انیمه هاست، از بهترین های ژاپن بوده و هست. این انیمه 2 فصل داره و هر فصل 25 قسمت داره که هر قسمت هم میشه حدود 22 دقیقه که میتونید برید ازش لذت ببرید و عشق کنید و این داستان. اگر این انیمه رو دیدید که برام کامنت بذارید تا بقیه که ندیدن ترغیب بشن ببینن و اگر ندیدید که خودم پیشنهاد میکنم برید هر چه سریعتر ببینید چون که خیلی انیمه خفنیه و خیلی بهتون سیاست، قدرت و قدرت چطور بگم تکلم و منش یادتون میده، رهبری بهتون یاد میده و من خودم کلی چیز ازش یاد گرفتم و اینا. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. اینجا دارک توب 7 دنیای انیمه است و من هر هفته راجع به کلی انیمه و شخصیت انیمه‌ای و داستان و اینا صحبت میکنم و اگر میپسندین عضو دنیای سرگرمی بشین و دوست جدید من باشین. یو و خدا نگهدار.